تو مغز گردو در روایت هست به همراه پنیر در روز بخورید، لطفا بیشتر توضیح دهید. بسیار کار خوبیه. مغز گردو رو اگر شما با پنیر بخورید بسیار مفیده، برای مغز بسیار مفیده. اما باید یادتون باشه که مغز گردو رو باید از پوست در میاد بخورید، نباید بماند، چون که علمی هم ثابت شده. ایرانی ها هم وقتی میخواستن گردو رو بخورن میشکستن، از پوست هم در نمی آوردن، همونطوری می آوردن میذاشتن جلوی مهمان صبحانه، پنیر هم کنارش. شما از توی پوست در میاری فاصلش خیلی کم باشه تا زمانی که میخوری. برای اینکه گردو طبق آخرین تحقیقات علمی که آمریکایی‌ها کردن، ولی علمی که ما رفتیم از توش مطلب رو در آوردیم که به درد ما بخوره، اونا یه جوری گفتن که به درد ما نخوره. نوشتن که دانشمندا تحقیق کردن گردو باید تا قبل از خوردن در جای خنک و تاریک نگهداری شود. یعنی همه ذهن‌ها رو منحرف کردن که بذاری تو کیسه فریزر، بذاری تو یخچال. نه، منظور اینه که اینا دیدن ایرانی‌ها چرا این کارو میکنن، فهمیدن که باید گردو تو تاریکی پوستش بمونه و تو خنکی پوست بمونه تا زمان مصرف. بادام هم همینطوره. یه راه ساده میگم، تو درس خوندنم تو قدیم اینجوری بود، واسه این بود که خیلی راحت یه نفر چند رشته رو استاد میشد، بیراهه ها رو میرفتن. الان تو درس خوندن ها، مطالعات، ما بیراهه نداریم، بیراهه ها رو گم کردیم. اینه که یه نفر میره مثلا کل عمرش فقط دکترا میتونه تو زمینه پزشکی بگیره، ولی قدیم الهیات رو میخوند، فلسفه رو میخوند، پزشکی رو میخوند، مهندسی رو میخوند، ریاضیات رو میخوند، همش هم فول. اینا بیراهه داشتن براشون. یه بیراهه که مثلا ما به شما یاد میدیم الان، مثلا یه چیز ساده راجع به همین میگه تمامه. اینا رو سالها میدن تو آلمان درس میدن به مردم، 2 سال درس میدن، مثلا بگن که آقا شما باید این گیاه رو بجوشونی یا دم بکنی یا دم بکنی بجوشونی. کلش تو یه جمله میشه گفت. در رابطه با میوه ها، شما کلا گردو یا هر چیز دیگری باشه، اونایی که خدا بسته آفریده باید زمان مصرف که میخواید بخورید اون موقع بازش کنید. یعنی اگه الان پرتقال پوست بکنن بیارن بزنن در میوه فروشی، شما تعجب نمی‌کنی؟ تعجب می‌کنی دیگه. بچه‌ها گردو رو میشکنن بیارن میذارن تو اغذیه فروشی، چیز فروشا، آجیل فروشا، شما میرید میخرید. اون فاسده، نباید خود. بادام هم همینطور. اون پسته‌ای که خودش دهنش بازه اونو در نمیارن، همونطوری با پوستش میارن میفروشن.